تو را به خدا همسایه عزیز پیش ما تشریف بیاورید تا با همدیگر کشفی بکنیم، با ادبیات مشغول بشویم و شما این بنده حقیر را با چیزهای مختلف آشنا بکنید. چندی پیش به نقل از یک دانشمند فرانسوی خواندم صورت انسان چندان هم که دانشمندان فکر می‌کنند شبیه صورت شیر نیست. می توانیم راجع به همین موضوع صحبت کنیم و بر ما منت بگذارید و تشریف بیاورید. مثلا همین فردا بیایید. ما الان غذاهای بیگوشت و روغن می‌خوریم، اما برای شما خوراک ساده‌ای تدارک می‌بینیم. دخترم ناتاشا از شما خواهش دارد که با خودتان کتاب‌های خوبی هم بیاورید. او دختری آزادمنش است و در خانه به جز او همه احمق و کودن هستند. می توانم بگویم که جوانهای این دوره و زمانه فرصت دانستن را به خود می دهند. خدا پشت و پناهشان. برادرم ایوان بعد از 1 هفته به من سری خواهد زد. آدم خوبی است، اما بین خودمان باشد که از علم و دانش و اینجور حرفا خوشش نمی آید. این نامه را تروفیم خدمتکار من باید سر ساعت 8 شب به دستتان برساند. اگر آن را دیر رساند سیلی محکمی به او بزنید، آنم به شیوه پروفسورها. با این نسل ابدا نباید تعارف کرد. اگر تأخیر کند معلوم است که به میخانه رفته است. رسم رفت آمد با همسایه ها را که ما از خودمان در نیاورده ایم. با ما هم این رسم از بین نمی رود. به همین خاطر تشریف بیاورید، آن هم با کتاب ها و وسایلی که خودتان می دانید. اگر شرمسار روی شما نمی بودم و جسارت می داشتم خودم پیش شما می آمدم. از اینکه آرامش شما را با هم زدم حقیر را ببخشید. ارادتمند شما، افسر نجیبزاده و بازنشسته توپخانه ارتش دون، همسایه شما، واسیلیسیمی بولاتوف، 1880.